بازم اون تریک مخصوص خودش، اون حربه و اون چیزی که هر شنونده و بیننده رو میتونه جذب کنه. یه جایی از آهنگ رو حتما میذاره برای این کار، یه جای خوندنشه که همیشه با کشیدن صداش اون کار رو میکنه. چقدر هم دختر زیبا و یک معشوق خیلی خالص، نه از این مدلینگا و از این مدل هایی مثلا خیلی اینستاگرامی و اینا. اومده یک مدلی رو انتخاب کرده برای ویدیو کلیپش که مفهوم این عشق پاک و سادش واقعا میخوره به مخاطبش، به اون معشوقی که تو آهنگه. اینجا با این کشش صداش دیوونه میکنه. عاشقشم. چونکی جای من و تو در سما، نگاهت غم را ربود، چشمانی کبود توی بهارم، ماه شبی تارم، چون گل زیبایی بوید فارم، تو رو تا ابد دوست دارم تا ابد. سلام و درود، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه در چنل خودتون پریفان میوزیک. برگشتیم خدمتتون با آهنگ داغ جدید از فرخ حسنوف دوست داشتنی، این هنرمندی که حسابی به دل ما نشسته و قرار آهنگ داغ و تازه‌شو بشنویم که 20 ساعت پیش بیرون اومده به نام بهارم. با ویدیو کلیپ هست. تا انتها با من همراه باشید، کیفشو ببریم و مثل همیشه نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. دونه دونه ریاکشن می‌کنیم و دور هم دیگه این دقایق رو لذت می‌بریم. بریم و شنونده باشید. امیدواریم مثل همیشه یه آهنگ عاشقونه با ریتم آروم که مخصوص صدا و جنس صدای خودش هست رو بشنویم. خوشحالیم که باز هم برامون احتمالاً به زبون فارسی خونده این بار. توی بهارم، ماه شبی تارم، چون گل زیبایی بوید فارم، تو رو تا ابد دوست دارم. توی بهارم، آرامش جانم، عشق و محبتیم و افسانم، مانم تا ابد کنارم. در این دیوان جا تویی، برجی آسمان تویی، واو. شیرین مثلی جان تویی، یارو خوشم گیره، نو تو سایم سویه، آنچی فارم گی سویه، تو هر احساسی نبایم. آن نگاهت غم را ربود، چشمانی که مثل همیشه پر از سورپرایز از اینتروش که توی بهارمشو گفت تا همین جایی که پر از توصیفای عاشقونه زیبا، خوشگل، تر و تمیز، پاک برای یک معشوق یا آهنگ عاشقونه که هر کسی واقعا عاشق باشه مثل همیشه میتونه تقدیم کنه به معشوقش. چقدر زیباست. ریتم آهنگ مثل همیشه است، یعنی آهنگ و سبک و ساختارشو داره با همون چی میگن ژانری که از اول پا گذاشته توش جلو میره. خیلی قشنگه. یه چیز جالبی که الان دقت کردم اینه که چشمای بسیار زیبا و چشماش هم رنگیه، خیلی خوشگله. دقت نکرده بودم تا حالا. توی بهارم، ماه شبی تارم، چون گل زیبایی بوید فارم، تو رو تا ابد دوست دارم. توی بهارم، آرامش جانم، عشق و محبتیم و افسانم، مانم تا ابد کنارم. غمگین شادم به تو من در خوابم، ساز و رازی هم صبح و شام من تویی. سعی اولین تنها از آنی تو، چراغی دل من هیچ نشود خاموش، تنهایم مگذارم چونکی جای من و تو در سما. بازم اون تریک مخصوص خودش، اون حربه و اون چیزی که هر شنونده و بیننده رو میتونه جذب کنه. یه جایی از آهنگ رو حتما میذاره برای این کار، یه جای خوندنشه که همیشه با کشیدن صداش اون کار رو میکنه.
چقدر هم دختر زیبا و یک معشوق خیلی خالص، نه از این مدلینگا و از این مدل های مثلا خیلی اینستاگرامی و اینا. اومده یک مدلی رو انتخاب کرده برای ویدیو کلیپش که مفهوم این عشق پاک و سادهش واقعا میخوره به مخاطبش، به اون معشوقی که تو آهنگه. اینجا با این کشش صداش دیوونه میکنه. عاشقشم. چون که جای من و تو در سما، نگاهت غم را ربود، چشمانی کبود توی بهارم ماه شبی تارم، چون گل زیبایی بوید فارم، تو رو تو ابد دوست دارم. تا ابد. توی بهارم آرامش جانم، عشق و محبتی ما افسانم، مانم تو ابد کنارم. به به بی نقص. این زیر که یه صدایی از حنجرش بیرون میاره که مخصوص خودشه و اون تارای صوتی خاص حنجره خودشه و خیلی دوست دارم. نگاه کنید تو میکس مستری که اون زیر شده، اون صدای حالت جیغ کشیدن، یکم با صدای زیرتر و پایینتر اون زیر میاد، واقعا حیرت انگیزه. آها یکم عقب‌تره اون زیر آهنگ اصلی. آرام بشه جانم. همین. پسر عاشقانه رو با صداش معنی میکنه همیشه، با هر آهنگی که بده بیرون. خیلی قشنگ، خیلی تر و تمیز، همیشه ما رو سورپرایز میکنه و چقدر جایگاه خوبی پیدا کردی با این سن کمی که داره. از همون مسابقه استعدادیابی که تونست مقام اول اون گلدن بازه رو بگیره از داورا و اول بشه و به قولی اون پسر طلایی اونجا بشه، نشون داد که همچی مسیری جلوشه. خیلی آهنگای قشنگ داره، خیلی آهنگایی میخونه با الان فارسی مفهوم کامل. مثلا برای من که به زبان فارسی مسلطم یا روسی رو خوب نمیفهمم یا اصلا نمیفهمم، در واقع خیلی خوب و آشنا به گوش، شعر پر از مفاهیم عاشقانه و مثل همیشه سورپرایز. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. نظراتتون رو بنویسید. اگه تا اینجا با من بودید لایک رو اگه برای ما بزنید، خیلی به ما انرژی میدید. خیلی زود برمیگردیم خدمتتون. خدا نگهدار.